گفت میخواستم با هلیا حرف بزنم که آرمان رو امتحان کنی، اما هلیا اول قبول نکرد. گفت نمیخوام تو زندگی زناشوییتون دخالت کنم. هلیا و آرمانم تنها بمونن ولی از باغچه دید بزنیمشون. هلیا به آرمان که روی مبل نشسته بود نزدیک شد. اول کنارش نشست، بعد خودشو کم کم نزدیکش کرد. رفتم تو آشپزخونه که خودم رو مشغول کنم و براش شربت ببرم. از پشت چسبید بهم. پریدم بهش که پسش بزنم. هفته‌ای 2-3 بار با منه. سلام عزیزم، من شهرزادم با یه داستان واقعی دیگه از داستان یک شب در خدمتتونم. این داستان واقعی هم یه اتفاق عجیب و غریب آخرش میفته. خوشحال میشم تا انتها همراهم باشین. بریم سراغ داستان. برای 100مین بار عکسای میزای جدید و تو گوشیم بالا پایین کردم. به نیلوفر خواهرم نشون دادم. با غرغر گفت وای بس دیگه نسرین، پدرمو در آوردی. گفتم خب قشنگن دیگه، نمیدونم عوضشون کنم یا نه. مبلمو که تازه خریدم، میز وسط و عسلی باهاش بود. اگه جدید بخرم اینا چی میشن؟ نیلوفر گفت نخر، اینایی که داری خوبه. اونایی هم که نشون دادی هم خوبه. اگه دوست داری بخری بخر، اگرم نه که بیخیالش شو، خودت میدونی. یه آه کشیدم و زل زدم به گوشیم. پیج نساجی سر خیابونمون یه سری کارهای جدید آورده بود. انگار طراحی خودشون بود، شیک و خوشگل. آخرش گفتم صبر میکنم آرمان شوهرم بیاد باهاش مشورت کنم. اگه اوکی داد که اینا رو میفروشم و جدیدا رو میخرم. 3 ساعت بعد آرمان از سر کار اومد. بعد شام کنارم نشست چایی بخوره. سریع رفتم تو پیج نساجی و عکس‌ها رو نشونش دادم. نظرشو پرسیدم. امیدوار بودم تو ذوقم نزنه. خوشش اومد، فقط گفت با میزای الانت میخوای چی کار کنی؟ گفتم اینا رو اول میفروشم، بعد سفارش جدید میدم. سرشو به نشونه تایید تکون داد و ذوق کردم. رفتم بغلش. گفتم مرسی که غر نزدی و تو ذوقم نزدی. بغلم کرد. ازش خواستم که امشب با هم باشیم. اما گفت خستم، پاشو میخوام برم بخوابم. باشه برای فردا شب. لبخند بیجونی زدم و از روی پاش بلند شدم. نشستم کنار. رفت تو اتاق. خیلی وقتا اینجوری منو رد میکرد. البته نه همیشه، ولی بیشتر اوقات همین شکلی بود. انگار ذوق منو نداشت. این ناراحتم میکرد. حسم بهش سرد میشد. یه مدتی دنبال درمان بودم. میخواستم گرمتر باشه و رابطمون گرمتر بشه. تو غذاش داروهای گیاهی قاطی میکردم. البته خودش که نمیدونست، ولی فایده‌ای هم نداشت. هرچی از ازدواجمون میگذشت سردتر میشد. دیگه داشتم کم میآوردم. نمیدونستم چی کار کنم. فرداش عصرش زنگ زدم پیج نساجی و پرسیدم میزای جدید رو دارن یا نه. گفت موجودیمون تموم شده، ولی اگه سفارش بدین سفارشی براتون میسازیم. گفتن پس برم اونجا برای جزئیات. عصر با نیلوفر رفتیم نساجی. فکر میکردم یه آقای مسن صاحبشه. اما یه پسر جوان حدوداً 30 ساله بود. کل نساجی هم مال خودش بود. منو شناخت، حتی آرمانم میشناخت. گفتم آقای پیمان چرا انقدر شوکه شدین که من زن آرمانم؟ خودشو جمع و جور کرد و گفت آخه ازدواج یهویی آرمانو خبر نداشتم. بعدم با چند تا سرفه حرفشو جمع کرد و رفت سراغ کاتالوگ چوبا. راجع به میز توضیح داد و میگفت میتونیم ابعاد و رنگ نوار طلاییشو عوض کنیم. موقع سفارش ازم ابعادو خواست. گفتم فردا بهتون اطلاع میدم. من خونم نقلیه، یه چیز جمع و جور میخوام. وقتی دید ابعادو نمیدونم گفت خودم فردا میام اندازه میگیرم. اینجوری هم اندازه ها دقیق تره، هم میتونم راهنماییتون کنم که چی بیشتر به مبلاتون میاد. حرفش منطقی بود. با آرمانم آشنا بود. گفتم خوبه، قرار شد فردا عصر بیاد. بعد از نساجی با نیلوفر رفتیم کافه که یه چیزی بخوریم. عصرمونو بیرون بگذرونیم و تو خونه نمونیم. تو کافه از رفتار سرد آرمان به نیلوفر گفتم نمیتونستم تو خودم نگهش دارم. آخه عصبی میشدم از کاراش. حس میکردم تنهایی نمیتونم حلش کنم. ولی حرف نیلوفر حالمو بدتر کرد. گفتم آرمان بیحاله و سرده. گفت مگه میشه مرد باشه و اینجوری باشه؟ لابد یه چیز دیگه است دیگه. با استرس پرسیدم منظورت چیه؟ گفت نمیدونم، شاید از یه جای دیگه گرمه یا شاید هم مشکل داره. عصبانی شدم و باهاش بحث کردم.
گفتم اونقدرم خر نیستم که نفهمم شوهرم با یکی دیگه است و بعدم تو بهم بگی. تو منو نادون فرض کردی؟ خواهرم بود میخواست کمکم کنه ولی نمیشد به شوهرم بگه که داره خیانت میکنه یا مشکل داره. حالم از این فکرها و این حرفا بد میشد. نیلوفر دید که عصبی شدم آرومم کرد و حرفشو چرخوند. منم دیگه پیگیری نکردم، نمیخواستم باش دعوا کنم. برگشتم خونه و نیلوفرم رفت خونه. شام درست کردم، سعی کردم به حرفاش فکر نکنم و فقط راجع به روزمرگیام با آرمان حرف بزنم. همه چیز خوب بود تا بحث مبلا شد. گفتم صاحب نساجی پیمانه، فردا میاد که اندازه ها رو بگیره. بیشتر از همیشه تعجب کرد و عصبانی شد. گفت چرا با هم هماهنگ نکردی؟ این کارا رو نباید بدون من برنامه ریزی کنی و شروع کرد به داد زدن. خشکم زده بود چرا سر این موضوع به این الکی انقدر عصبانی شده بود. آرومش کردم و پرسیدم چرا انقدر عصبی شدی؟ گفت من فردا خونه نیستم، چرا مهمون دعوت کردی؟ گفتم خب اشکالی نداره، خودم هندلش میکنم، بعدم برو پیمانو ببین. اونم قبول کرد و فردا پیمان سر ساعت اومد. در رو باز کردم، با تعجب نگام کرد. گفت آرمان کجاست؟ گفتم یه کار فوری براش پیش اومده و الان خونه نیست. یه پوزخند مسخره زد. خواستم سرشو بکوبم به دیوار ولی زورکی بهش لبخند زدم. راستش از این پوزخنداش بدم میومد، انگار یه منظوری داشت. شروع کرد به اندازه گرفتن، حس خوبی بهش نداشتم. نگاهاش برای من سنگین بود. انگار داشت مسخرم میکرد. این حرفاش و این کاراش دیوونم میکرد. نمیفهمیدم چه منظوری داره. خلاصه کارشو تموم کرد و رفت. به آرمان خبر دادم و اونم فوری اومد خونه. استرس داشت، هی میپرسید چی شد؟ چی گفتین به هم؟ گفتم بابا 4 تا میز گذاشت کنار و رفت اندازه هاشو گرفت. چیز دیگه ای هم نگفت. این رفتار آرمان مشکوکم کرد چون استرسش آروم نمیشد. انگار چیزی تو ذهنش بود که نمیتونست بگه. منم زیاد پیله نکردم و نمیخواستم که بهم بگه. بهش گفتم بریم مسافرت تا حالش بهتر شه و یکم ذهنش آزاد شه. اونم استقبال کرد و گفت 2 روزه بریم شمال به مامانشینا یه سر بزنیم. مامانشینا توی شهر کوچیک توی شمال زندگی میکردن. یه شهر قشنگ و حال خوب کن بود. هر بار میرفتم اونجا حالم حسابی خوب میشد. بهترین پیشنهاد آرمان بود. ذوق کردم و قرار شد آخر هفته بریم. بعدش هم اول هفته برگردیم. به نیلوفر خواهرم گفتم اگه دوست داره میتونه با همون بیاد. اونم گفت دوستش قراره بیاد پیشش. گفتم خب دوستت هم با خودت بیاد. بعد از کلی تعارف تیکه پاره کردن، نیلوفر و هلیا قبول کردن که با ما بیان. منم قبل آخر هفته رفتم پیش مامانم اینا چون همیشه آخر هفته ها بهش سر می زدم و این بار قرار بود بریم سفر. گفتم وسط هفته بهش سر بزنم. آخر هفته نیلوفر و هلیا صبح اومدن خونمون. قرار بود که 2 ساعت دیگه حرکت کنیم. نیلوفر دوربینش رو آورده بود و میخواست اونجا از همون عکس بگیره که چاپ کنیم برای آلبوم. خوشحال بودم، فکر میکردم همه چیز تو این سفر خوب پیش میره. 2 ساعت هم بعد رسیدنمون بود که نیلوفر منو کشید کنار. خوب عزیزای دلم، ممنون که تا اینجای داستان همراه هم بودی. این ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن. بریم برای ادامه داستان. نیلوفر منو کشید کنار و پرسید آرمان اوکی شده یا نه؟ اول نمیخواستم براش توضیح بدم ولی انقدر پرسید که گفتم نه، هنوزم مثل قبله. تمایلش کمه. یه جوری نگام کرد انگار که یه فکری تو سرشه. بعدش گفت ولش کن، ولی میدونست من کنجکاوم و پیله میکنم. پیله کردم بگو چی فکر میکنی؟ میخوای چی کار کنی؟ گفت میخواستم با هلیا حرف بزنم که آرمانو امتحان کنیم. هلیا بره جلو، عکس‌العملش همه چیزو مشخص میکنه. پیشنهادشو رد کردم اما گفت بهش فکر کنینم یه راه حل دیگه. بحث بینمون تموم شد و سعی کردم بهش فکر نکنم. ولی قفلی زده بودم رو آرمان. تک تک کاراشو نگاه میکردم و زیر نظرش داشتم. اگه با یکی دیگه باشه چی؟ اگه یکی دیگه رو بخواد چی؟ این فکر رو ولم نمیکرد. مامان آرمانم همش میگفت چرا انقدر تو فکری؟ منم خستگی و بهونه کردم. حتی کنار ساحلم که میرفتیم فکرم درگیر بود.
همش به آرمان خیره می شدم و کلافه بودم. آرمانم از نگاهام اذیت می شد و می گفت اینقدر به من زل نزن. دیدم نمیتونم از فکرش در بیام، تصمیم گرفتم اون کارو بکنم. هلیا رو بفرستم جلو و ببینم آرمان چی کار میکنه. شب که از ساحل برگشتیم همه خوابیده بودن. یواش نیلوفر رو بیدار کردم و رفتیم تو حیاط. گفتم میخوام اون کارو بکنم. گفت عاقلانه است. هلیا رو صدا کردیم و جریان رو بهش گفتیم. اما هلیا اول قبول نکرد. گفت نمیخوام تو زندگی زناشوییتون دخالت کنم. گفتم عزیزم من خودم راضیم. این لطف تو به منه که شوهرمو بشناسم. قبول کرد و ما برنامه ریزی کردیم. صبح که مامان بابای آرمان برن نماز جمعه، من و نیلوفر به بهانه عکاسی بریم بیرون. هلیا و آرمانم تنها بمونن ولی از باغچه دید بزنیمشون. از پنجره بزرگ خونه کاملا معلوم میشد و میتونستیم همه چیزو واضح ببینیم. کل شب و دعا میکردم چیزی نبینم که دلم بشکنه. به آرمان اعتماد داشتم ولی رفتارهای اخیرش اذیتم میکرد. میخواستم مطمئن شم تا صبح خوابم نبرد. 6 صبح بیدار شدیم و صبحونه خوردیم. مامان بابای آرمانم رفتن نماز جمعه. ما 4 تا موندیم. بدون اینکه چیزی به آرمان بگم شروع کردم لباس پوشیدن. پرسید کجا میری؟ چرا حاضر شدی؟ گفتم با نیلوفر میریم ساحل عکس بگیریم. گفت خب چرا نگفتی همه با هم بریم؟ گفتم حالا عصر با هم میریم. از خونه زدیم بیرون. در حیاط و الکی بازو بسته کردیم. دست نیلوفر رو کشیدم و پشت درخت قایم شدیم. هلیا به آرمان که روی مبل نشسته بود نزدیک شد. اول کنارش نشست، بعد خودشو کم کم نزدیکش کرد. آرمان شوکه و ناراضی به نظر می اومد. یکم ازش دور شد. اما هلیا بازم رفت جلو، دستشو گذاشت روی پای آرمان. آرمانم دستشو گذاشت رو پای خودش. قیافش قرمز شده بود. انگار از عصبانیت داشت میترکید. وقتی هلیا دوباره نزدیکش شد از جاش پرید و از خونه زد بیرون. اینقدر سریع از خونه رفت بیرون که حتی من و نیلوفر رو تو حیاط ندید. 5 دقیقه بعد به هم زنگ زد و گفت میخواد بیاد سمتمون. منم گفتم ما برگشتیم خونه. خوشحال بودم و نگرانیام بیخود بود. آرمان با کسی نبود. اگه میخواست خیانت کنه با کارای هلیا دیگه حتما یه حرکتی میزد. ولی نزد و از دستش فرار کرد. خوشحالی من شب کامل تر شد. آرمان خودش اومد سمتم. فکر میکردم مثل همیشه یه بغل ساده است. اما دیدم تمایل نشون داده و یه شب فوق‌العاده رو با هم ساختیم. تو راه برگشت از خوشحالی میخندیدم و قهقه میزدم. اونم خیلی خوشحال بود. رسیدیم خونه. همه چیز مثل روال قبل شد. 2 روز بعد که تو آرامش بودیم پیمان زنگ زد. گفت اندازه میزای من با یکی دیگه قاطی شده. باید دوباره بیاد و اندازه گیری کنه. چون سری قبل آرمان عصبانی شده بود تصمیم گرفتم بهش نگم. میترسیدم عصبی شه. گفتم فردا که آرمان سر کار بیاد. پیمان اومد. باز تعجب کرد که آرمان نیست. یه تیکه بد انداخت. گفت آرمان هیچ وقت خونه نیست؟ برات سوال نشده کجاست؟ گفتم خودم میدونم شوهرم کجاست. نیازی به یادآوری تو نیست. خندید و چیزی نگفت. رفتم تو آشپزخونه که خودم رو مشغول کنم و براش شربت ببرم. از پشت چسبید بهم. پریدم بهش که پسش بزنم اما محکمتر منو گرفت و گفت چرا مقاومت میکنی؟ من که میدونم آرمان بهت نمیرسه. دست و پا زدم و گفتم گم شو. آرمان خیلی هم خوبه. میدونستم دارم دروغ میگم. آرمان کم پیشم میومد. گاهی حس میکردم فقط از روی رفع تکلیفه. اما نمیذاشتم که این بهم بچسبه و من بخوام به آرمان خیانت کنم. اونم وقتی با هلیا اونجوری رفتار کرده بود. پیمان منو چرخوند و گفت مطمئنی بهت میرسه؟ نکنه تمایلش عوض شده باشه. انگار آب یخ روم ریختن. گفتم منظورت چیه؟ مترو سویچشو برداشت و رفت سمت در. گفت تو که نخواستی خوشگل خانوم ولی شوهرت پایه تر بود. هفته‌ای 2-3 بار با منه. با یه خنده چندش گفت و رفت. شوکه شدم و نشستم کف آشپزخونه. سرمو گرفتم و شروع کردم به گریه کردن. همه چیز معلوم شده بود. بی‌محلیاش، خیانت نکردنش به من، همه چیز. همون شب با چشم گریون چمدونم و بستم و رفتم خونه مامانم. دیگه جواب زنگای آرمانو ندادم.
جز یه بار که جوابشو دادم و جریانو بهش گفتم. ازش خواستم طلاقم بده اما اذیت کرد. گفتم یا باید طلاقم بدی یا به همه میگم که چرا میخوام ازت جدا شم. آرمان از آبروی خودش ترسید و طلاقمو داد. زندگیم که فکر میکردم داره خوب میشه با یه جمله خراب شد. این بود قصه من. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین. به نظرتون من تصمیم درستی گرفتم یا نه؟ خوب عزیزای دلم، خیلی ممنونم که تا اینجای داستان همراه هم بودین. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها ببینم. این ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا از داستانای جذاب بعدیمون زودتر از بقیه با خبر شی. تا داستان بعدی، خدا نگهدارت باشه.